در اوکراین اعتراضگران درآمدگاه‌های قرارگاه حکومت این کشور در شهر کییو را بسته تقاضا دارند که حکومت به استعفا رود. اعتراضگران می‌خواهند پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ را به امضای سازش همپیمانی با اتحادیه اروپا وادار کنند. در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سفر کاری وارد پایتخت ارمنستان می‌شود، مخالفین حکومت این کشور بر ضد همراهشوی ارمنستان به اتحاد گمرکی زیر نظارت روسیه راهپیمایی نمودند. مخالفین طلب دارند که پرزیدنت سرژ سارگسیان قرار ورود به اتحاد گمرکی را از اعتبار ساقط نموده به سازش همپیمانی با اتحادیه اروپا امضا گذارد. پلیس شمار از اعتراضگران را بازداشت نموده امکان نداد آنها به قصر ریاست جمهوری نزدیک شوند. در شهر اوش قرقیزستان هزارها پیرو سابق رئیس پارلمانت این کشور احمدبک کلتیبکوف قرارگاه حکومت محلی این استان جنوبی قرقیزستان را مورد حمله قرار دادند. کلتیبکوف که زاده اوش است، ماه گذشته با عیبنامه خلافکاری‌های مالی اثنای اجرای وظیفه رئیس خزینه اجتماعی و اداره جمع انداز به حبس گرفته شد. هواداران کلتیبکوف میگویند تعقیب سابق رئیس پارلمان جلوی سیاسی دارد. در پاکستان صاحبان ماشین‌های نفترسان تهدید کردند که اگر سیاستمداران محلی محاصره راه‌ها را قطع نکنند، آنها انتقال مواد به ولایت خیبر پختونخوا را متوقف خواهند کرد. فعالان حزب تحریک انصاف که در این ولایت گروه حاکم به شمار می رود، سعی دارند راه‌های انتقال مهمات پیمان ناتو به افغانستان را بسته، این پیمان را به قطع حمله‌های هوایی در قلمرو پاکستان مجبور کنند. تخمیناً 10,000 ساکن بلاروس با هدف تماشای هنرنمایی گروه هنری لیاپیتس تروبتسکای به پایتخت لیتو و شهر ویلنیوس سفر کردند. در بلاروس مقامات با اشاره به پیام‌های ضد حکومتی هنرنمایی‌های گروه تروبتسکای را